در این روزگار شلوغ و پیچیده گاهی وقتی از زندگی و احساسات حرف میزنیم به نظر میرسه که با جملات ساده و معروفی مثل دنیا دو روزه، چرا انقدر خودتو اذیت میکنی، چرا انقدر گندش میکنی. با این جملات به ظاهر میخوایم حال خودمون رو بهتر کنیم، اما واقعیت امر اینه که این جملات به تنهایی اثر چندانی روی ما ندارن. چرا؟ چون ذهن ما به راحتی از این حرفا عبور میکنن و به اونا اهمیتی نمیدن. الگوهای روانی ما به قدری عمیق و ریشه دارن که تغییرات عمده به این سادگی ها ایجاد نمیشه. برای درک بهتر موضوع با کانال سفر درون همراه باشید. ساختار مغز انسان مانند یک ساختمان چند طبقه است. طبقات قدیمی تر که از میلیون ها سال پیش به ما به ارث رسیدن هنوز روی طبقات جدیدتر قرار دارن. به همین دلیل بسیاری از واکنش‌های ما به موقعیت‌ها از زمان انسان‌های نخستین باقی مونده. جالبه نه؟ به عنوان مثال ما هنوز از دیدن مار میترسیم، حتی اگه آن مار قرن‌هاست که وجود نداره. این ترس به خاطر تجربیات اجداد ما و خطرات گذشته است، در حالی که ترس از ماشین که خطر آن امروز بسیار بیشتره هنوز برای مغز ما کدگذاری نشده. در موقعیت‌های بحرانی و استرس‌ها بخش‌های مختلف مغز ما که مسئول تصمیم‌گیری منطقی هستند ارتباط خودشون رو با بخش‌های احساسی از دست میدن. اینه که در چنین لحظاتی ممکنه کارهای غیر عقلانی انجام بدیم، چون مغز ما به فکر بقاست نه به فکر عقلانیت. حتی در هنگام استرس‌های روزمره مغز ما خیلی تفاوتی بین خیال و واقعیت نمیگذاره. مثلا وقتی در بازی‌های فیفا یا پاسور یک نفر تمام تمرکز خودش رو از دست میده و به شدت عصبانی میشه. این تنها یه بازیه، اما برای اون به نظر میرسه یک رقابت بین زندگی و مرگ هست. چرا؟ چون در ژن‌های ما یک احساس عمیق از تهدید وجود داره که باعث میشه حتی یک شکست در بازی برای اون به اندازه یک تهدید واقعی احساس بشه. حالا اگه بخوایم از این مقدمات نتیجه گیری کنیم، باید بگم که هیچ چیزی رو به خودمون و دیگران نگیم که در درون خودمون بهش باور نداریم. جملاتی مثل پول خیلی مهم نیست، ما که میمیریم تهش، فقط یه فریبه. مغز ما از این گونه جملات که خودمون نیست به آنها اعتقاد نداریم تأثیر نمیگیره. البته اغلب ما از اون چه در درونمون رخ میده بعد از وقوع اون اتفاقات آگاه میشیم. مثلا بعد از موفقیت دیگران احساس بدی پیدا میکنیم، یا وقتی که دیگران عصبانی هستن ما رو به لجبازی میاریم. اما این آگاهی به تنهایی ما رو قادر به تغییر و تحول نمیکنه. برای تغییرات پایدار علاوه بر آگاهی نیاز به کار عمیق‌تری در زمینه‌های روانی و هیجانی داریم. جملاتی مانند قصه فردا رو نخور، بی خیال دنیا، استرس نداشته باش، زندگی رو دوست داشته باش، اگرچه خوب به نظر میرسن اما ذهنی که روان سالمی نداره نیاز به تکرار این جملات داره تا به نوعی حس کنترل پیدا کنه، در حالی که فردی که داره یک شخصیت سالم هست خودش به این احساسات دست پیدا میکنه و نیازی به تکرار این جملات نداره. در حقیقت این جملات بیشتر به عنوان یک پوشش برای ناکامی ها و احساسات ناخوشایند استفاده میشن و به این ترتیب ممکنه مانع رشد و بینش واقعیتون بشن. برای مثال وقتی تیم فوتبال مورد علاقتون 8 گل از حریف خودش میخوره، به جای اون که غم و خشم خودتون رو تجربه کنید، خودتون رو قانع میکنید که چه اهمیتی داره. این همون عقلانی سازیه، rationalization، intellectualization، یه نوع فریب دادن خودمون برای جلوگیری از تجربه احساسات واقعی. در نتیجه برای ایجاد تغییرات واقعی و پایدار در زندگی باید با درک عمیق‌تری از روان خودمون و دنیای درونیمون به جلو حرکت کنیم، نه با تکرار صرفاً جملات سطحی که نه خودمون بهشون باور داریم و نه واقعاً تأثیری دارن. اگه این ویدیو براتون جذاب بود حتما نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.